سه چیز دوش رد نمیشه. یکی دوی والدین پدر مادر، یکی دوی مسافر، یکی دوی مظلوم. این سه چیز دوش تا پرده نیست. الله سبحانه و تعالی وعده داده. ها؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی که مادرش مرد، جبرائیل اومد گفت ای موسی دیگه اسب سخت ندوون، گفت دیگه خیلی زوری نکن. اون نگهبان فرعون نزدی مرد، گفت دیگه خیلی خشمی نشه. حضرت موسی خیلی خشمی تند بود، گفت دیگه که آرام شه خاکسار شه. او وقتی گفت اسب سخت بدووندی و میزدی بگشتی، مادر زنده بود، ای قفا دعا میکرد که پروردگار موسی را نگاه که اون کمپیر مرد دیگه داغو نداری. گفت و همه خاطر این پدر مادره که امروز ما 140 های میگیریم و این تمیریم کورو را دیگه نگاه نمیکنه که ماشین اومده سه چون مثلا میدویم و دیگه همه خیلی هم کمپیر در بالای جای نمایش دیگه تصویر زده میگه خدا بچه‌م داغ نشانت پروردگار. همین بچه‌ک می خدا مرا نگه خدا پدر میگه خدا پروردگار در پیری مرا داغ فرزند نشانت دای همیوای. بعد ای پدر و مادر احتیاط کنیم به قول معروف استراج نشین که دیگه داغو رفت. رسول خدا گفت در کدام خانه پیر کمپیر اوجا برکت رزق رحمت، در کدام جای طفل میده کودک نوزاده اوجا گفت رحمت خدا، اوجا بلا و مصیبت باشه خدا نگه میداره. پشر شوه خاطر هم کودک نگه میکنه همونجا. میگه در دوره قدیم او اومد سیل میگه شوش قشلاقم دویدم پیش ملا رفتم گفتم ملا قشلاق بالا سیل شوش سیل سینی خمان اومد سیل چیکار کنیم؟ گفت کودکی که نو تولد شدگی امورا لیچی مادرزو کنید بیارین. گفت پیش ما میگه گروه کودک لخت تولن، گفت همسایه زویده او ورده میگه لخت که کودک، گفت سری همون سیل ده بمونین باز میگه همون سری قشلاق ده مونین. میگه هم جمعونه سیل اومد هم خیبری کودک رفت. میگه اوز گفتن شیخ ای چی گمته؟ گفت کودک خدا طفل بیگناه او به زبانه او هیچی گناه نداره. ما هم دروغ میگیم، خیانت میگیم، تهمت میگیم، زنا میگیم، عرق میگیم، بلا میگیم. میگه لن یصیبنا من مصیبت الا جزاء بما کسبت ایدیکم. هرگز مصیبت بر ما و تو نمیرسه مگر خودمون به دست خودمون را خواستیم. یک سومی حرام خانه بدرو 100 سومی حلال میبرویم. یک کس فریب که در یک فریب خدا میغلطی که 100 برابر میتی. زنا کردی رزقت کم میشه، دروغ گفتی رزقت کم میشه، خیانت کردی در یک خیانت میافتی که خدا ظالم نیست که ما و تو را یک مشکلی و مصیبت سر مونده بیا. این ما و تیم که با جانهای خودمون ظلم کرده ایم، خودمونیم که خودمون یک کاری کرده ایم، خدا بعد همون را چیکار میکنه؟ میگه گوش که برادر من قرآن دا نگفتم لن یصیبنا من مصیبت، هرگز مصیبت بر تو نمیرسه الا جزاء بما کسبت ایدیکم، مگر خودت به دستی خودت همون را خواستی. خودت یک ناموس یاد دختر چنگ زدی، عزت یاد دختر پایین کردی، امروز خواهرت عزت چه پایین میکنه. زنی همسایه را با چشمی بد نگاه کردی، امروز زن تا با چشمی بد نگاه میکنه. تو دروغ گفتی، تو پرسنت موندی، همون آدم زرجت کردی پرسنت خونش فروخت بیچاره خچه دور کشید. تو کردی بعد مطرح به خاطر اون نمیمونه. من چی گفتم حرامه. هر چیزی میشه فرسای هم مطل داره، هر چی از ماست بر ماست. چیزی که ما کردیم به خودمون میکنیم. خدا هیچ وقت ظالم نیست که ما را کم بغل کنه، ما را عذاب بده، ما را فلان کنه. خودمون میخوایم همینه، خودمون میکنیم. خدا چی میگه؟ این راه راست، اهدنا صراط المستقیم. تو نماز بخون دعا کن من همین راه راست میبرم. قانون اسلام همیه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فقط فاض فوضا عظیما. کسی اطاعت الله و رسول کرد او عزت میوه، آبرو میوه. الله در قرآن عظیم شان گفت 83 جای اقیموا الصلاة نماز بخوان و آتوا الزکات زکات بده و رکعوا مع راکعین رکوع کن همراه رکوع کنندگان. نماز با جماعت بخوان، نماز بده، زکات. صاحب زکات چی؟ 25000 سومانی داری، یک سال در دست نیست 2.5% بده. با کی را بده؟ بگه دادر تا خواهر تا اکتا چه فقط 4 کس دنه میشه، بابا ماما پدر مادر زن فرزند مسجد دنه میشه. بکار زمین بده چند فایز؟ 2.5%. میلیون دلار نمیته، 100,000 دلار داره، 2.500 دلار نمیته، 10,000 دلار داره. خدا میگه 250 دلار شه خواهر تبته. در هر یا اویله یک خواهر کمغل یا دودر کمغل است یا یک خواهر بیوه است. میگه همون رو بده. در نمی خدا بکشم اگر میگفت که 2.5% نه 50% بده هیچ که نمیده. بعد چی میگه؟ فلان لجید کردن رفتن پول اومد قبیلانشن لیتنزی نداشتیم، پول انریوی کردن، بورا نمیچی کردن، سوخت
یا که فلانی فندم کرد فرانی اومد گفت $30,000 ته پرد میارم последний میگوز $30,000 اینمی جمعه گرفت پول برفت دیگه نیومد زکات چه پرداخت کرده بودی من میپرسی انالیز میگه نکرده اوی خیر احسان کرده بودی یتیم و مسکین بیچاره در همسایت بود یه بار امورا گفتی که چی حال داری یک بار پدر تو اومدی سر تنش نو کردی پدر تا حج روی کردی مادر تا حج روی کردی اکی نمی سال نیت بود اکی همی سال نیت بود